میخوام ببرمتون به هزاران سال نوری قبل از این. وقتی که در آغوش پدر مهربون خوابیده بودید و هیچ خبری از این جهان مادی نداشتید. وقتی که یک عضوی از اون نور بزرگ بودید، یک قطعه از اون نور بزرگ بودید و آرامشی داشتید، چنان آرامشی که شما فقط در آغوش مادرتون وقتی که نوزاد بودید این رو حس کردید. شاید دیر زمانی دور تصمیم گرفتید که از اون منبع هستی، از اون منبع نور جدا بشید و برای ارتعاش خودتون به این جهان مادی بیایید. در اون لحظه یک قراردادی رو امضا کردید که اون قرارداد در روح شما به ودیعه گذاشته شده. روح شما کاملا از اون قرارداد با اطلاعه، کاملا میدونه برای چی به این جهان اومده و چرا مشکلاتی که براش پیش میاد داره پیش میاد. خوب میدونه با کدوم آدم ها باید تو رابطه بره، خوب میدونه کجاها باید بره، چجوری سفر بکنه. وقتی توی بدن قرار میگیره تو فکر میکنی هیچ اطلاعی ازش نداری، تو فکر میکنی هیچ سابقه ذهنی از اون نور بزرگ و از اون منبع هستی نداری و نمیدونی، سردرگمی. یه موقع احساس عشق تو سینت میکنی وقتی که یه رابطه رمانتیک داری، وقتی که توی یه جای قشنگ پا میذاری، وقتی میری لب دریا، وقتی باد توی موهات میوزه، تو رو یاد اون منبع اصلی نور میندازه ولی نمیدونی این حس چیه. همون حسی که اسمش رو عشق میذاریم، همون حسی که سینمون رو گرم میکنه. برگردیم سر قراردادمون، قراردادی که توی اون نوشتیم کجا به دنیا بیایم، با کیا همسفر بشیم، چه سختی‌هایی رو بکشیم، چه موفقیت‌هایی داشته باشیم. ما با یک رسالتی به این دنیا اومدیم و تمام اون شرایطی رو که توش هستیم انتخاب کردیم برای ارتقاء و رشد روحمون، برای تکاملمون. یه سوال ازت دارم، چون هنوز شوهر سابقتو نبخشیدی؟ هنوز اون دوستت که بهت خیانت کرده وقتی یادت میاد سینت درد میگیره؟ میخوام بدونم هنوز وقتی یاد پدرت که فوت کرده میفتی اشک تو چشات جمع میشه، یا وقتی یادت میاد که مدرسه میرفتی چه حس خوبی بود وقتی بچه بودی؟ هنوز اینا رو یادت میاد؟ تمام این خاطرات، تمام این اتفاقات، تمام این آدما آینه وجود تو بودن، اومدن رفتن، اومدن رفتن. هیچ کس تو این دنیا نیست به غیر از تو و خودت. هیچ کس دیگه وجود نداره، این فقط تویی. این فقط تویی که توی آینه دیگران داری روحتو نگاه میکنی، روحی که با یک قرارداد بزرگ به این جهان اومده و قرار بخشش رو یاد بگیره، قرار عشق رو یاد بگیره، شادی رو یاد بگیره، قرار تعادل و تعامل رو یاد بگیره. هر کدوم از ما به یه منظوری اومدیم، هر کدوم از ما یک قصدی داریم، به یک دلیل به خصوصی اومدیم تو این دنیا که دائم و دائم باش روبرو میشیم. از خودت میپرسی چرا با هر مردی که دوست میشم اینجوریه؟ چرا با هر زنی که میرم تو رابطه همش دنبال مادیاته؟ از خودت میپرسی چرا درآمد من از یک حدی بالاتر نمیره؟ از خودت میپرسی هزار تا سوال دیگه و ذهن تو دائم داره به تو کلنجار میره، میپرسه ازت، دائم مشغوله، دائم بالا پایین میره. همه این بالا پایین ها، همه این مشغولیت ها، همه این سفری که اومدی میخواد به تو یه درسی بده و به تو یه چیزی رو یاد بده و اون رسالت توی، اون چیزی که به خاطرش به دنیا اومدی توی این دنیا تا توی آینه بقیه خودت رو ببینی. اون بقیه‌ای که میگم باز هم خودتی. میدونی چرا؟ چون هممون از اون منبع اصلی، از اون نور کلی اومدیم. هممون تصمیم گرفتیم جداشیم، بیایم و به اون سطح ارتعاشی خودمون رو برسونیم که دیگه هرگز نیازی نباشه جدا بشیم از منبعمون.
میخوام یه آرزویی رو در دلت زنده بکنم. میخوام یه حالی رو در دلت زنده بکنم که شاید فراموشش کرده باشی. که شاید در پی دنبال کردن اینکه هر چیزی که اتفاق میفته تو زندگیت باید یک دلیل منطقی داشته باشه، یا پس دانشگاه رفتنت یا اجتماعی که توش زندگی میکنی یادت رفته باشه این حس رو. یه لحظه چشماتو ببند، با من بیا. میخوام ببرمت به دوران کودکیت، به اون زمانی که احساس امنیت گرفتن دست مامانت بود، توی آغوشش رفتن بود. وقتی مامانت بغلت میکرد هیچ ترسی وجود نداشت، هیچ کسی نمیتونست تو رو تهدید بکنه. تو احساس تکامل میکردی، احساس امنیت میکردی. خوام ببرمت با اون دورانی که با یه توپ دور هم جمع میشدین توی کوچه، یکی توپ رو مینداخت هوا، یکی دیگه میگرفت، بقیه فرار میکردین. اگه توپ به هر کی میخورد اون گرگ میشد و همه وجودتون اونجا بود. تمام حواست به این بازی بود، تمام وجودت تو بازی بود. اینقدر بازی میکردی که یادت میرفت که برگردی خونه ساعت چنده، خیس عرق بودی، تشنه بودی، ولی بازم بازی میکردی. یادت میاد اون لذت رو؟ یادت میاد حالت رو؟ اون همون حالیه که وقتی در آغوش خداوند بودی داشتی. یک بودن بی نظیر بی بر برگرد، یک امنیت بی نهایت. میخوای دوباره برگردی به همون حال؟ میخوای دوباره اونجا باشی؟ روش‌های مختلفی داره. میتونی بری سالها پرکتیس بکنی، تمرین بکنی چه جوری توی لحظه حال باشی. میتونی سالها تمرین بکنی و خودت رو جوری تربیت بکنی که اضطراب نتونه تو رو جابجات بکنه. همه اینا درسته و همه اینا رو باید انجام بدی. ولی اولین قدم برای این که بتونی این آرامش رو پیدا بکنی اینه که متوجه بشی تو مسئول زندگیت هستی. تو روزی که به این جهان هستی اومدی، به این جهان مادی اومدی، تصمیم گرفتی، اومدی. تمام آدمایی که تو زندگیت هستن رو انتخاب کردی و خواستی تو این شرایط باشی، خواستی که این گونه زندگی بکنی. تمام ضربه هایی که خوردی، آدمایی که اومدن و رفتن، دردهایی که با خودت داری سالهای سال حمل میکنی، اون کینه‌ای که از مادر شوهرت، پدر زنت، دوستای قدیمیت یا هر کس دیگه‌ای داری، اینا رو خودت انتخاب کرده بودی. و اینا جواهره و اینها جواهره و اینها صیقل روحه. این هاست که اگر بفهمیش و ببخشیش وارد یه مرحله جدیدی از زندگیت میشی. اینجاست که اون وقت میتونی برگردی به اون حالی که با خودت خوشحال باشی. بشینی 5 دقیقه چشماتو ببندی، نفس عمیق بکشی و دوباره احساس کنی تو آغوش پدرت هستی یا مادرت هستی. خداوند زن و مرد نداره، میدونی؟ زن و مرد نداره، اینا رو ما میسازیم. میخوام برگردی به صدها هزاران سال نوری پیش. چرا میگم صدها هزاران سال نوری؟ برای اینکه تو از جنس نوری. زمانت رو با ساعتت اندازه نگیر، موبایلتو چک نکن. تو از جنس نوری. ساعتی که به دستت بستی زمانی که توی این جهان مادی داری رو بهت نشون میده و کاملا درسته، دقیقه. ولی روح تو بی زمانه. روح تو متعلق به اون منبع اصلیه. و فراموش نکن هر بار که گذشته تو با خودت حمل میکنی و دردش رو میکشی، درسی داری میگیری. درد رو بکش.
درد رو مثل نفس بکش. باید درکش بکنی با تک تک سلولات، ولی فقط درد نکش. یادآوری بکن به خودت که این درد رو توی قراردادت امضا کردی و قبول کردی و باید بفهمیش. بفهمی برای چی دارم اذیت میشم؟ برای چی اذیت میشم اگه یکی دیگه موفقه؟ چرا من اذیت میشم؟ اون موفقه، چرا من حسودی میشه؟ تمرکز کن روش. فکر بکن روش. بذار روحت یادآوری کنه بهت که برای چی به این دنیا اومدی. خبر خوب اینه که تا ابد تو این دنیای مادی تو این زندون تن نخواهی موند. چون قبول کردی که بیای و رشد بکنی، در نهایت به کمال خودت میرسی. یا تو این دنیا یا توی دنیاهای دیگه که ما ازش بی خبریم و حداقل من بی خبرم، یا توی زندگی های دیگه، ولی مطمئن باش که بهش میرسی. این خبر خوبه. هر موقع احساس جدایی کردی، هر موقع احساس کردی که حالت خوب نیست، چون میدونی این حال بدیه، تو این حالت که خوب نیست از احساس جدایی میاد دیگه. هر زمان که احساس جدایی از اون نور اصلی، از اون خالقت رو میکنی، اضطراب میاد به سراغت، حالت بد میشه، احساس میکنی به جای وصل نیستی. تو اون لحظه چشمت رو ببند، برو به زمانی که بهت گفتم توی آغوش مادرت باش. اون احساس امنیت رو دوباره تجربه کن. برگرد توی کوچه با دوستات بازی کن. اون حس رهایی رو دوباره به دست بیار. چون خالق تو حسی نیست به غیر از عشق، آزادی و رهایی. و تمام اینا رو تو تمرین میکنی تا دوباره به اون برسی. با من باش تا اپیزود بعدی. میخوام بیشتر راجبش باهات صحبت کنم. خداحافظ.